درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. بریم به قسمت آخر تعمیر پرینترهای HP کنون برسیم. توی این قسمت قرار فیوزینگ رو باز و بس کنیم و ایبیابیشو کامل بهتون بگم. و اگر سوالی براتون پیش اومد لطفاً از طریق همین کامنت ها در واقع سوالتون رو بپرسید و من هم پاسخگو هستم. نحوه باز کردن فیوزینگ کنون 3100 به این صورت که دو تا پیچ روی بدنه پلاستیکی داریم، اونا رو باز میکنیم تا این قاب برداشته بشه. بعد برای برداشتن این قاب به سمت بالا هدایتش میکنیم. دو تا زائده اینجا در سمت اینجا داره، اونها رو سمت بالا میکشیم، قاب برداشته میشه. قابی که برداشتیم همونطور که میبینید فیلم رو نگاه کنید مچاله شده. دلیل گیر کاغذی که داشتیم مچاله شدن فیلم در این قسمت بوده. برای باز کردن و جدا کردن فیلم از پرس دو تا فنر در سمت چپ و راست داریم، اونها رو آزاد میکنیم. یک عدد در این سمت هست، دو گیره داریم، دو گیره ها رو برمیداریم به این صورت و به این صورت. در این حالت میتونیم فیلم رو برداریم. البته سوکت ترمیستور رو باید قطع کنیم قبلش. این از فیلم ما. پرس هم همونطور که میبینید اینجا خورده شده. خب پرس رو هم باید عوض کنیم. حالا این قسمتی که دست من هست در واقع بهش فیوزینگ میاد. برای وا کردن فیلم این گوش پلاستیکی رو برمیداریم و اینجا هست خاطر که تونر جمع شده در این قسمت و تاب خورده، در واقع فیلم چسبیده به خود چینی. مجبوریم با یه دو سوک کاملا فیلم رو پاره کنیم تا اون بتونیم درش بیاریم. خب خود فیلم در واقع کاری که انجام میده این هستش که اطلاعات روی کاغذ رو پخته میکنه به واسطه البته فشاری که پرس ایجاد میکنه. یعنی کاغذ ما بین فیلم و پرس قرار میگیره و حرارتی که خود چینی ایجاد میکنه باعث میشه که اون تونرها کاملا پخته بشن. برای باز کردن چینی باید ضامن این قسمت رو نگه داریم و این قطعه رو در واقع پای اتصال چینی هستش رو باز کنیم. دقت داشته باشید اگر بخواید چینی رو در بیارید، چون اینجا تونرهای خشک شدن و چسبیدن به چینی، احتمال اینکه چینی خیلی راحت در نیاد هستش و اتفاقی که بیفته با دقت در بیارید که چینی نشکنه. خب قطعات دیگه که داخل این قسمت داریم، ما یه ترمیستور داریم. ترمیستور کارش تنظیم کردن دمای هیتر هستش. در واقع میاد به طور مثال از بین 180 درجه تا 200 درجه دما رو کنترل میکنه. اگر بیش از 200 درجه بشه خب قطع میکنه، دستور میده که چینی دیگه حرارت ایجاد نکنه. کمتر از 180 درجه هم بشه دستور میده که دوباره چینی روشن بشه و حرارت ایجاد کنه. در صورتی که خود این ترمیستور درست عمل نکنه، یه قطعه دیگه داریم به نام فیوز. اتفاقی که میفته این هستش که جریان برق قطع میکنه و دستگاه کلا با ارور بالا میاد و نمیذاره که بیش از یه حدی حرارت ایجاد بشه که به دستگاه آسیب بیش از حد نرسه. تست فیوز به این صورت هست که ما میتونیم با اوهمتر. خب نحوه تست خود فیوز به این صورت هست با اوهمتر. ما میتونیم یا عقربه‌ای یا دیجیتال اون رو در حالت دیود بذاریم. تست دیود. ببینید تست دیود در واقع اتفاقی که میفته وقتی ما دو تا
پایه اتصال کوتاه داشته باشیم صدای بوق میاد. در واقع زمانی که بخوایم تست کنیم خود چیز رو، فیوز رو، اگر صدای بوق داشته باشیم یا رو تست 1 کیلو هم که بذاریم باید عقربه حرکت کنه به سمت بالا. ببینید عقربه حرکت میکنه به سمت بالا. این یعنی در واقع فیوز ما سالم هست. این از تست فیوز. اما تست چینی هم به همین صورت. چینی هم اگر در تست دیود بذاریم باید صدای بوق بشنویم، دو پایه اونو که فشار بدیم، یعنی این سالم هست، داره کارش انجام میده. اما تست ترمیستور به این صورت هست که ما باید یه حرارت ایجاد کنیم به دو سر خود ترمیستور، دما بدیم و متوجه بشیم که میتونه دما رو کنترل کنه. ما به واسطه خود به دو سر پایه های ترمیستور اومتر رو وصل میکنیم و اومتر رو حالت 1 کیلو قرار میدیم. بعد از اون ما حرارت میدیم و به واسطه حویه حرارت ایجاد میکنیم. شما عقربه رو چک کنید، نگاه کنید ببینید چه اتفاقی میفته. زمانی که دما رو نزدیک میکنیم کم کم عقربه شروع به حرکت میکنه. دما که افزایش پیدا میکنه عقربه بیشتر حرکت میکنه. اگر این اتفاق نیفته، دما زیاد نشه، در واقع ترمیستور خراب هست. یا برعکسش، زمانی که ما حرارت ایجاد میکنیم و ترمیستور نتونه اون رو کنترل کنه، یعنی ما روی این حالتی که زیاد هست دما، الان ترمیستور سالمه، قطع نکرد. اگه به یه دفعه خود این عقربه شروع به قطع کردن کنه و بیفته به سمت پایین، یعنی صفر بشه، اتفاقی که میبینید دما کم کم داره کم میشه، عقربه کم کم داره حرکت میکنه به سمت صفر. اگر یهو این شروع به حرکت کنه و قطع کنه، در واقع ترمیستور خراب هست. پس این هم از تست ترمیستور که ما پس دما رو بهش میدیم. اومتر هم حتما باید عقربه ای باشه، در غیر این صورت تست رو نمیتونیم انجام بدیم. و دما زمانی که زیاد میکنیم عقربه به سمت آخر و وقتی که برش میداریم کم کم، نگاه کنید در این حالت که من نگه دارم دما ثابت میشه. ببینید توی یک دماهای خاصی من میتونم اینو کنترل کنم. این یعنی که ترمیستور سالم هست. پس این هم از تست ترمیستور. حالا اگر ترمیستور چینی خراب باشن چه اتفاقی تو دستگاه میفته؟ خب پاک شدن رو خواهیم داشت. وقتی تنظیم دما نشه، خب اون اتفاقی که میفته احتمالا حرارت بیش از حد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد سوختگی، دود از دستگاه بلند بشه. اگر هم ما چینی خراب بشه، خب یه قسمت از برگه احتمال این که کامل چیز بشه هستش، کاملا پاک بشه هستش. این از ایرادای چینی. و خود فیلم هم به همین صورت. فیلم هم اگه جنسش خوب نباشه احتمالی که یه قسمت از برگی که تونر بیشتری داشته باشه رو پاک بشه هست. در واقع سرویس این قسمت به این صورت هست که تمامی گریس هایی که خوش شده از قبل توی این قسمت رو پاک میکنیم به واسطه پنبه و الکل و گریس تازه و حتما هم از جنس نسوز میزنیم، چون هر گریسی رو نباید زد. گریس خوب نزنی اینجا گیر کاغذ به وجود میاد. همون اتفاقی که دیدین فیلم اگر نچرخه گیر کاغذ به وجود میاد. پس گریس جنس خوب باید بزنیم. این تونرهایی که اینجا خوش شده اضافی مونده اونا رو باید پاک کنیم. خب بعد از اینکه تمیزش کردیم، ما با گریس نسوز روی خود فیوزینگ رو چرب میکنیم. دلیل این کار این هستش که در واقع یکی بحث حرارت هست، یکی بحث این که خود فیلم که میخواد بچرخه خیلی راحت و روون بتونه بچرخه. گریس نسوز زدن هم خب اینجا حرارت زیاده. اگه گریس معمولی بزنید خب بلافاصله خوش میشه و خب اون حالتی که باید روون باشه خود فیلم فیوزینگ روونیش از دست میده و خب گیر کاغذ به وجود میاد. جنس فیلمی هم که استفاده میکنید خب اونم مهم هست. بعد از اینکه ما اینا رو تمیز کردیم چینی رو جا میزنیم. چینی هم اگر کثیفی چیزی داره اونها رو تمیز میکنیم، بعد میبندیم. بعد از تمیز کردن چینی خب نحوه جا زدنش به این صورت هست که در این سمتی پایه فلزی داریم، اون رو باید با دو سو بالا نگهش داریم.
و خود چینی رو به نرمی جا بزنیم. خود چینی خیلی خشک و شکننده است، دقت داشته باشید. با کمی فشار احتمالی که بشکنه هست. بعد از اینکه جا زدیم خب در این سمت اتصالش رو، پای اتصالش رو که رو میبندیم و بعد از اون فیلم رو جا میزنیم. فیلم فیوزینگ ببینید یه پایه مشکی رنگ داره. حالا این کاملا مشکی هست دو طرفش. در واقع فیلمی که داریم یک نوار مشکی رنگ داره. اون نوار مشکی رنگ بعد در واقع کجا بیفته؟ روی پرس در این قسمت با این همخوانی داشته باشه. خب قبل از اینکه خود فیلم رو ببندیم مقدار دیگه گریس خیلی کم روی سطح چینی رو هم میزنیم. بیش از حد زدن گریس و کم زدن باعث گیر کاغذ میشه. بیش از حد زدنش هم باعث میشه که احتمال اینکه پاک بشه هست. خود لبه فیلم باید به این سمت در واقع قرار بگیره تا همسان بشه با پرس. قسمتی که گفتم چرخنده پرس یکی بشه. بعد از اینکه فیلم رو جا زدیم خب پوشش رو میبندیم، پای این سمتش رو و بعد از اون ما اینجا برای تعویض پرس، چون پرس خراب شده اونو برش میداریم، دندش رو باز میکنیم و پرس نو رو میبندیم. دقت داشته باشین خود بوش های پرس اگر خوردگی داشته باشن خب پرس در سر جای خود به درستی نمیچرخه، لق میزنه و اتفاقی که میفته باز هم یا سر صدا به وجود میاد یا اینکه گیر کاغذ یا پاک شدن برگه. پس حتما این بوش ها رو چک کنید، در صورتی که خوردگی دارن باید عوض بشن. و این نواری که این قابی که مربوط به هدایت کاغذ هستش اگر تونر اضافی روش مونده حتما خشک شده پاک کنید که این هم احتمالی که گیر کاغذ به وجود بیاد هست. کاملا سطح اون رو هم تمیز کنید. ما پرس رو جا میزنیم، دنده اون رو پرس نو دنده اون رو میذاریم و پرس رو میبندیم. ببینید دقت داشته باشید خود روی پرس دو تا سنسور داریم. این در واقع این سنسور کاری که انجام میده در واقع این هست، سنسور یک حسگر هست، یک کمیت رو اندازه گیری میکنه، اطلاعات میده به بورد و بورد هم بر اساس اون پردازش میکنه و دستور لازم رو به بقیه قسمت ها میده. خب در صورتی که خود این سنسورها کثیف بشن باز هم گیر کاغذ به وجود میاد. در واقع این دو تا سنسور مکملن. یه سنسور برای تشخیص کاغذ A5 هست و دوتاش اگه فعال بشن تشخیص عبور کاغذ A4 هستش. پس زمانی که کاغذ عبور میکنه از این مسیر ما سنسورهایی داریم روی فیوزینگ که تشخیص میدن که کاغذ عبور کرده یا نه. در صورتی که گفتم کثیف باشن خب اتفاقی که میفته گیر کاغذ به وجود. بعد از اون جا میزنیم خود فیلم رو بر روی پرس به این صورت و خب سوکت رو هم از مسیر سیمگیرا عبور میدیم و سوکت رو میزنیم. پایه های چپ و راست خود فیوزینگ رو میبندیم. این گیره ها در واقع کاری که انجام میدن زمانی که ما در دستگاه رو باز میکنیم اینا متصلن به در دستگاه.
فاصله ایجاد میکنن بین فیلم و پرس. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر گیر کاغذی به وجود اومده باشه راحت بتونیم ما اون کاغذ رو در بیاریم. خب اینا رو هم جا میزنیم. بعد فنرهاشو باید بگیریم و در سر جاش میندازیم. در سمت دیگه هم به همین صورت. خب خود سیم ترمیستور رو هم میزنیم، ارتباطش اینجا برقرار میکنیم. دقت داشته باشید که در صورتی که این سیم ارتباطش برقرار نشه خب دستگاه با ارور میاد بالا. این از این. اما نحوه تست خود فیلم و پرس به این صورت هست. دقت داشته باشید ما دنده پرس رو میچرخونیم قبل از اینکه این کامل بخوایم رو دستگاه ببندیم و متوجه بشیم آیا فیلم و پرس که بستیم درست هست. اینو میچرخونیم. این فیلم میچرخه به روانی هم میچرخه. اگر بعد از چند بار چرخیدن فیلم نچرخه خب مشکلی که هست، اتفاقی که میفته این هستش که در واقع خب گیر کاغذ به وجود میاد. یعنی زمانی که ما این کاغذ داره میاد به سمت فیلم و قراره به همین دقت کنید به همین صورت وارد چیز بشه، وارد فیلم و پرس بشه، خب اتفاقی میفته زمانی که نچرخه خب گیر کاغذ به وجود میاد. حالا اینو ما چون با دست داریم میچرخونیم کج اومد. در واقع این اتفاق میفته زمانی که ما بچرخونیم، در صورتی که نگاه کنید الان فیلم نچرخید دیگه. چرا؟ چون خب این کاغذ تا خورده و اتفاقی که افتاد نتونست بکشه. به این خود کاغذ هم اگر تو مسیر به این صورت تا بخوره یکی از ایرادای چی هستش؟ ایرادای فیوزینگ هست. دیدید چروک کرد کاغذ رو. زمانی که پرس جنسش خوب نباشه باعث چروکی کاغذ میشه. البته اینجا ما کاغذ خوب نیومد داخل مسیر، ولی در مجموع اینا هم از مشکلات فیوزینگ هست. خب بعد از اون ما قاب رو میبندیم، قاب بالای فیوزینگ دو سمت دستگیره ها رو آزاد میکنیم، دو طرف پای چیزو قاب رو میبندیم و پیچ های اونو میبندیم. این فیوزینگ آماده است که ببندیمش روی دستگاه و ازش تست بگیریم. بعد از سرویس فیوزینگ رو میبندیم. دنده ها در سمت دنده ها قرار میگیره، دقت داشته باشید. و خب اینجا 3 عدد پیش میخوره. سه عدد پیش رو میبندیم. خب سوکت ها رو از مسیر سیمگیرها عبور میدیم و بر روی بورد میزنیم. به این صورت
سیمگیر دیگه هم که در اینجا هستش اون رو هم جا میزنیم. سیم ها رو هم میزنیم یکی یکی. خب بعد از اون میتونیم ما آب بالای هیتر رو، آب در واقع بالای دستگاه رو ببندیم و از دستگاه تست بگیریم. در صورتی که اوکی بود بعدا بقیه آب ها رو ببندیم. بعد از اینکه فیوزینگ رو بستیم بورد فرمتر رو ببندیم، آبش رو قرار میدیم، آب فیوزیش رو، چای آب رو میبندیم. بعد اون بورد فرمتر رو میبندیم. این صورت وقتی که بورد رو میبندیم سوکت فلت رو میزنیم و بعد از اون هم قاب بالای دستگاه رو میبندیم. خب بعد از اون قاب دستگاه رو میبندیم، قاب بالای دستگاه، و دستگیره های فیوزینگ رو داخل قاب قرار میدیم و تمازدنده کارتریج رو هم قرار میدیم و میتونیم تست بگیریم. تست دستگاه رو میزنیم و ببینید گیر کاغذ دیگه نداریم و این هم از تست دستگاه. در واقع خط هایی هستن که روی دستگاه میان برای که
چاپ بهتری مثلا داشته باشیم و کیفیت رو بتونیم دقیق نگاه کنیم، میتونیم پرینت بگیریم از سیستم. این دستگاه آماده است، قابای بقیه قابهاشو ببندیم. رو میبندیم. یه دونه پیش برای نگه دارندش اینجا هستش، اونو میبندیم پیش. بعد از اون هم میتونیم دوتا قابهای کناری رو قبل از اون بعد قاب بالا رو برداریم، قاب کناری جا بزنیم و بعد قاب بالا رو ببندیم. قاب پشت رو هم میبندیم، جا میزنیم به قاب های بغل رو. و در آخر هم قاب بالا. این دستگاه هم کامل شد. پیچ های پشتش هم 2 تا پیچ داره، اینها رو هم میبندیم و تمام. خب خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. سوالی که دارم این هستش که اگر داخل فیوزینگ از گریس جنس نامرغوب استفاده کنیم چه مشکلاتی برای فیوزینگ به وجود میاد و حتی اگر این گریس رو بیش از حد یا کمتر بزنیم چه مشکلاتی پیش میاد. و این قسمت به پایان رسید. در ویدیوی بعدی قراره در واقع بررسی کنیم شارژ کارتریج های برادر رو و از 0 تا 100 و ABRB کارتریج های برادر رو به شما آموزش بدم. اون ویدیو رو هم از دست ندید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.